اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی بسازن و بچه های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن. کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. آغاز بخش ششم از صفحه 38 تا صفحه 47. فصل دوم. فرزندم، هرگز از هیچ چیز هراس مکن. جنگ جهانی دوم و عواقب فوری آن. برخلاف آنچه بعضی از صاحب نظران نوشتند، پدرم نسبت به هیتلر حسن نظری نداشت و نظرات سیاسی و نظامی وی را خطرناک میپنداشت. به همین سبب علیرغم حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از متخصصین فنی آلمانی در ایران، بلافاصله پس از شروع جنگ جهانی دوم بی‌طرفی کامل ایران را اعلام کرد. امید بزرگ ایرانیان، بی‌طرفی. ایرانیان امیدواری خود را نسبت به صیانت بی‌طرفی کشور تا پایان مرحله اول جنگ جهانی و آغاز حمله قدرت‌های محور شرق همچنان حفظ کردند. بعد از 22 ژوئن 1941 و حمله قوای آلمان به روسیه، ما بار دیگر بی‌طرفی ایران را تایید و تاکید کردیم. پیشرفت سریع قوای هیتلر در خاور و باختر جنگ را به مراحل حساسی می‌کشاند. روز به روز روشن‌تر می‌شد که اتحاد شوروی بدون کمک مؤثر و فوری سایر متفقین تاب پایداری در مقابل آلمان‌ها را نخواهد داشت. رساندن کمک به شوروی از طریق شمال و بندر مورمانسک بسیار دشوار بود و استفاده از مدیترانه و دریای سیاه تقریباً غیر ممکن. ترکیه تنگه‌های بوسفور و داردانل را مسدود ساخته بود و اسکندریه در معرض تهدید قوای مارشال رومل قرار داشت. آلمان‌ها بر یونان و بلغارستان مسلط بودند و در تابستان 1942 نیروهای زرهی آلمان حتی به چاه‌های نفت مایکوب در قزاقیه رسیدند. برای متفقین یک راه مطمئن کمک به روسیه بیشتر باقی نمانده بود و آن خلیج فارس بود. در نتیجه ایران به صورت یک فضای سوق‌الجیشی و نظامی فوق‌العاده حساس و مهم درآمد. ملک فاروق که من خواهرش را به همسری اختیار کرده بودم، از طریق سفیر مصر در ایران به من اطلاع داد که نقل و انتقالاتی در قوای بریتانیا در دست انجام است و چه بسا که هدف آنان حمله به ایران باشد. من فوراً پدرم را در جریان گذاشتم و او به وزیر مختار ما در لندن آقای مقدم دستور داد که در مورد هدفهای انگلستان دقیقاً تحقیق و نتیجه را گزارش کند. در همین احوال بود که هواپیماهای ایتالیایی چند بمبی بر مناطق خلیج فارس فرو ریختند که گفته شد که کشتی‌های تجاری آلمانی در این خلیج مسلح هستند. شاید حصول توافق با متفقین بر اساس اجازه عبور اسلحه و مهمات از ایران میسر بود، ولی مراجعه و سؤال وزیر مختار ما در لندن بدون پاسخ ماند. سفرای روس و انگلیس در تهران ما را شدیداً تحت فشار قرار داده بودند که اتباع و متخصصان آلمانی و ایتالیایی را از ایران اخراج کنیم. ما نخستین تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کرده بودیم که ناگهان در سپیده‌دم 3 شهریور 1320 قوای روس و انگلیس به ایران حمله کردند. حمله قوای روس و انگلیس به ایران و آغاز سلطنت من. روس‌ها با نیروهای زرهی فراوان از مرزهای شمالی ایران در آذربایجان و خراسان گذشتند و به خاک ایران تاختند. 5 لشکر انگلیسی از جنوب و غرب به ایران حمله ور شدند. نیروی هوایی بریتانیا اهواز، بندر شاپور و خرمشهر را بمباران کردند و هواپیماهای شوروی تبریز، قزوین، بندر پهلوی، رشت و رضاییه را.
اما در دو کشور مراقب بودند که به تأسیسات نفتی خسارتی وارد نیاید. محمد ساعد سفیر ما در مسکو با مولوتوف وزیر خارجه شوروی ملاقات کرد و ضمن اعتراض علت شرکت روسیه در حمله انگلیس‌ها به ایران را جویا شد، ولی جوابی دریافت نکرد. ما سریعا متوجه شدیم که گشایش راه ایران برای رساندن کمک به روسیه در مذاکرات چرچیل و روزولت به هنگام امضای منشور آتلانتیک مورد توافق قرار گرفته بود. رضا شاه در شهریور 1320 دستور ختم مخاصمات را صادر کرد. متفقین به دولت ایران اطلاع دادند که قوای مسلح آنها در 26 شهریور 1320 تهران را اشغال خواهند کرد. به محض دریافت این خبر پدرم به من گفت آیا تو فکر می‌کنی که من حاضرم از یک سرگرد انگلیسی دستور بگیرم؟ در روز 25 شهریور 1320 پدرم استعفا داد. متن استعفانامه وی به وسیله محمد علی فروغی نخست وزیر در مجلس شورای ملی قرائت شد. مجلس شورای ملی استعفای پدرم را پذیرفت و به اتفاق آرا تایید کرد. مشکل بزرگ ما در این هنگام عبور از شهر برای رسیدن به مجلس و ادای سوگند از طرف من بود، زیرا روس‌ها و انگلیس‌ها تهران را اشغال کرده و بر همه نقاط آن مسلط بودند. من در میان احساسات شورانگیز هزاران تن از مردم تهران به مجلس رفتم و سوگند یاد کردم. هنگام بازگشت هیجان مردم چنان بود که حتی خواستند اتومبیل مرا روی دست بلند کنند و بر شانه‌های خود حمل نمایند. در آن لحظات پرمخاطره تجلی احساسات شورانگیز میهنی ایرانیان برای من تأیید و دلگرمی بی‌نظیری بود که هرگز فراموش نخواهد شد. عجب آنکه سفرای روس و انگلیس در مراسم تحلیف حضور نداشتند. ظاهراً بعضی از انگلیس‌ها طرفدار سلطنت یکی از شاهزادگان قجر بودند که افسر بحریه بریتانیا بود. به هر حال 3 روز بعد از انجام مراسم تحلیف سفرای دولتین شناسایی رسمی سلطنت مرا اعلام کردند. شک نیست که پشتیبانی ملت هم از من عامل اصلی این رویه بود. دولتین روس و انگلیس امیدوار بودند که من یک پادشاه مطیع و فرمانبردار باشم. در سیاست اصلی آنها تغییری حاصل نشده بود و ایران را به 2 منطقه اشغالی تحت نفوذ خود تقسیم کردند. در این هنگام من از پدرم که تا آخرین حد توانایی برای حفظ و صیانت استقلال و تمامیت ایران تلاش کرده بود پیامی پرهیجان دریافت کردم که بر روی صفحه ضبط شده بود: فرزندم، هرگز از هیچ چیز هراس مکن. من دیگر پدرم را ندیدم. مرگ وی در ژوهانسبورگ به سال 1944 برابر با 1323 غمی عمیق در من پدید آورد و احساس کردم که به احترام خاطره او و به پیروی از راهی که رفته بود باید کوشش برای حفظ استقلال و تمامیت و موجودیت ایران را ادامه دهم. میدانستم که مانند سالهای 1298 و 1299 ایران در دوراهی مرگ و زندگی قرار دارد، ولی ما در سال 1320 بودیم و من 22 سال بیش نداشتم. شناسایی رسمی و صریح حاکمیت و استقلال ایران. بیش از هر چیز میبایست که به حل و فصل مسائل و دشواری‌های ناشی از حضور قوای روس و انگلیس در ایران بپردازم. در زمستان 1320 موفق شدیم قرارداد 3 جانبه ایران، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا را منعقد کنیم. متفقین در ماده 5 این قرارداد تعهد کردند که 6 ماه پس از پایان مخاصمات قوای خود را از ایران خارج کنند. ماده 6 قرارداد در اصول تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را بر سرزمین خود مورد تایید قرار میداد، اما علیرغم این تعهد از 1320 تا 1325 من مجبور شدم بیوقفه برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از مداخلات 2 دولت در امور کشورم مبارزه کنم. در زمینه اقتصادی پیدایش بازار سیاه و سوء استفاده متفقین از تنگناهای اقتصادی کشور دشواری‌های بزرگی ایجاد کرد. من به سختی موفق شدم از پیاده کردن و انتقال کارخانه‌های اسلحه سازی ایران به روسیه جلوگیری کنم.
ولی در مقابل ناچار شدیم همه کارخانه های کشور را به اختیار متفقین بگذاریم که این خود تقبل سهمی قابل ملاحظه در تلاش های نظامی آنان بود. به هنگام نخست وزیری احمد قوام، یکی از سفیران کشورهای اشغالگر ایران نزد من آمد و اظهار داشت که نظر به اعتماد متفقین به حسن رفتار آن نخست وزیر، دولتین تقاضا و انتظار دارند اسکناس‌های مخصوص قوای اشغالی طبع و منتشر گردد. با توجه به اینکه مجلس شورای ملی صریحاً با این امر مخالفت کرده بود، من به سردی پاسخ دادم که خارجیان حق دستور دادن و مداخله در امور ایران را ندارند. در زمینه سیاسی مشکل بزرگی که پدیدار شد، دعاوی تجزیه طلبی در بعضی از مناطق مملکت بود که از خارج تشویق و پشتیبانی میشد. روس‌ها به پیروی از روش دیرین خود یک حزب وابسته به سیاست شوروی یعنی حزب توده را در ایران ایجاد کردند که از آن زمان تا کنون یا به صورت علنی و یا در خفا همواره بر ضد حاکمیت ملی و وحدت مملکت قیام و اقدام کردند و می‌کنند. هزینه روزنامه ناشر افکار این حزب در ابتدا به وسیله شخصی به نام مصطفی فاتح تأمین میشد که از مدیران عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود. فاتح همچنین مشاور سیاسی ژنرال فریزر نماینده نظامی بریتانیا در ایران بود که چند ماه بعد کوشش کرد که فرماندهی کل قوای مسلح ایران را از من سلب کند. کوششی که چند سال بعد از آن از سوی مصدق تجدید شد. شوروی فعالانه از قیام جدایی خواهانه قاضی محمد در کردستان و پیشوری در آذربایجان پشتیبانی کردند و برخلاف تعهد مندرج در قرارداد سه‌جانبه و اعلامیه کنفرانس تهران، پس از موعد مقرر قوای خود را از ایران خارج نساختند. وضع آذربایجان به سرعت سخت بحرانی شد. شورشیان پادگان تبریز را محاصره کردند و فرمانده پادگان تحت فشار شوروی‌ها تن به تسلیم داد. فرمانده مذکور بعداً به همین علت در دادگاه محکوم به اعدام شد، اما من وی را مورد عفو قرار دادم. بودن یا نبودن. شورشیان پس از تسلیم پادگان تبریز خودمختاری آذربایجان و کردستان را اعلام کردند. اما در برابر اوضاع بحرانی منطقه و مقاومت دلیرانه و یکپارچه مردم آذربایجان و کردستان، هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده در 8 مارس 1946 اتمام حجت قاطعی به مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی فرستاد که در پی آن قوای روس ایران را ترک کردند و سرانجام سرزمین ما از قوای اشغالگر بیگانه پاک شد. اما نبرد و تلاش برای بقای ایران پایان نیافت و لازم آمد که ما همچنان به مبارزه برای حفظ استقلال کشور ادامه دهیم. به دنبال کوشش‌های تجزیه طلبانه در شمال غرب کشور، زمزمه‌هایی نیز در بعضی از ایالات جنوبی برخاست. سپس منطقه خوزستان و شهر آبادان که توده‌ای‌ها در آن نفوذ بسیار داشتند، دچار اغتشاش و ناامنی شد. ایلات و عشایر منطقه فارس و اطراف اصفهان سر به شورش برداشتند. پیدا بود که انگلیس‌ها کوشش می‌کنند که در صورت ادامه نهضت تجزیه طلبی در شمال غربی یک منطقه نفوذ در جنوب برای خود به وجود آورند. پیروزی بر این گروه‌های تجزیه طلب و شورشی آسان نبود، اما فیصله دادن کار در آذربایجان و کردستان بس دشوارتر بود، چرا که شوروی‌ها قوای قابل ملاحظه‌ای را در این دو منطقه مسلح و آماده کرده بودند. در این هنگام نخست وزیر ایران ابراهیم حکیمی بود، مردی هوادار انگلیس‌ها، اما وطن پرست که چون روس‌ها با وی سخت مخالف بودند استعفا داد و احمد قوام به جانشینی او انتخاب شد. بلافاصله بعد از تشکیل دولت قوام راهی مسکو شد و در آنجا موافقتنامه‌ای پیرامون بهره برداری از منابع نفت ایالات شمالی ایران با روس‌ها امضا کرد که طبق آن 51% سهام و منافع از آن شوروی‌ها و 49% متعلق به ایران میشد. خوشبختانه در موافقتنامه تصریح شده بود که تنفیذ و اجرای آن موقوف به تصویب قوه مقننه است. قوام پس از مراجعت به ایران و به اتکای موافقتنامه واگذاری بهره برداری نفت شمال به روس‌ها با تجزیه طلبان آذربایجان وارد مذاکره شد و برای ارضای خاطر آنان
از من خواست که به افسران شورشی 2 درجه ترفیع بدهم، یعنی مثلا ستوان یکم را به سرگردی ارتقا دهم. من به او پاسخ دادم که اگر دستم را قطع کنند چنین فرمانی را امضا نخواهم کرد. غالب فرماندهان نظامی ما جز سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش با آغاز اقدامات نظامی برای بازپس گرفتن آذربایجان و کردستان موافق نبودند و از مداخله قوای شوروی در ایران بیم داشتند. با این وضع من تصمیم به مقابله با حوادث و اقدام قاطع برای نجات آذربایجان گرفتم. گرچه بسیاری از سیاستمداران و فرماندهان نظامی با این اقدام موافق نبودند، اما ما اطلاع داشتیم که تدارکات نظامی شورشیان هنوز به حد کمال نرسیده و از جمله افرادی که برای کسب تعلیمات در زمینه قوای زرهی و نیروی هوایی به روسیه اعزام داشتند 1 سال بعد باز خواهند گشت. من شخصا ترجیح می‌دادم که شرافتمندانه در نبرد به خاطر استقلال و تمامیت و آزادی کشورم جان بسپارم تا اینکه پادشاه کشوری سرافکنده باشم. در این هنگام مقاصد خود را با امریکاییان در میان گذاشتم. جورج آلن، سفیر امریکا که از دوستان صمیمی ایران بود، پشتیبانی کامل دولت ایالات متحده را از اقدام ایران به من اطلاع داد، ولی افزود که به خاطر ایران امریکا با شوروی وارد جنگ نخواهد شد. من هم چنین انتظاری نداشتم. ملتم یک پارچه از قیام و اقدام برای نجات آذربایجان پشتیبانی می‌کردند و هزاران جوان با شور و هیجان می‌خواستند داوطلبانه به صفوف ارتش بپیوندند. همین پشتیبانی و شور و شوق بزرگترین دلگرمی و مشوق من بود. قوام السلطنه نیز سرانجام از مصالحه و مذاکره با شورشیان چشم پوشید و اقدامات ما برای بازپس ستاندن و نجات آذربایجان آغاز شد. من و سپهبد رزمارا شخصاً بر اقدامات و نقل و انتقالات نظامی مراقبت می‌کردیم. ما مکرراً گاه با یک طیاره 1 موتوره کوچک و گاه با یک هواپیمای 2 موتوره بیشکرافت که هر دو فاقد بیسیم و رادیو بودند بر فراز صحنه‌های نبرد آینده پرواز می‌کردیم که دقیقاً طرح‌های نظامی را با اوضاع منطقه تطبیق دهیم. سرانجام بر اثر قیام شجاعانه مردم آذربایجان و پیشرفت قوای نظامی، نیروهای پیشوری که جیره‌خوار روس‌ها بود متلاشی شد و خود وی به اتفاق همدستانش به خاک شوروی گریختند. سفیر شوروی در این هنگام به دیدار من آمد و از جریان اوضاع که می گفت صلح جهانی را به خطر انداخته ابراز نگرانی کرد. من سیاست ایران را به روشنی برای وی تشریح کردم و گفتم که ما هیچ کس را تهدید نمی کنیم و فقط به خاطر تأمین استقلال و وحدت کشور خویش می کوشیم و به هر تقدیر شورشیان نیز تسلیم شدند. بدین سان توطئه‌ای که برای اضمحلال ایران فراهم شده بود با شکست مواجه گشت. فراموش نکنیم که روس و انگلیس برای بار اول با قرارداد 1907 می‌خواستند ایران را تجزیه و به مناطق نفوذ تقسیم کنند و پدرم پس از جنگ جهانی اول توانست تمامیت و وحدت ایران را به قیمت کوشش‌ها و تلاش‌های جانفرسا تأمین کند. همین اندیشه تجزیه ایران به مناطق نفوذ پس از جنگ دوم نیز از سر گرفته شد. در سال 1945 وزیر خارجه بریتانیا و وزیر امور خارجه ایالات متحده در کنفرانس مسکو به روس‌ها پیشنهاد کردند که آذربایجان، کردستان و خوزستان به ایالات خودمختار تبدیل شوند. استالین ابتدا پیشنهاد را پذیرفت، ولی ظاهراً مولوتوف عقیده داشت که با اندکی انتظار خواهند توانست سراسر ایران را تحت نفوذ خود درآورند. به همین سبب سرانجام استالین با پیشنهاد و نظر امریکا و انگلیس موافقت نکرد. طبیعتاً روس‌ها نه از عکس‌العمل و مقاومت من اطلاع داشتند و نه از شجاعت سربازان ایرانی و نه از وفاداری و یکپارچگی و دلبستگی ملت هم در دفاع از میهن و تاج و تخت. با تمام این احوال کوشش‌ها و تحریکات داخلی برای تضعیف و تخریب مملکت ادامه یافت. رسالت و وظیفه من حفظ و صیانت استقلال و وحدت ملی بود و عوامل فساد و ستون پنجم داخلی با الهام از بعضی سیاست‌های خارجی به مخالفت با این کوشش‌ها و تحریکات داخلی برای تضعیف و تخریب مملکت ادامه یافت. رسالت و وظیفه من حفظ و صیانت استقلال و وحدت ملی بود و عوامل فساد و ستون پنجم داخلی
با الهام از بعضی از سیاست‌های خارجی به مخالفت با این کوشش‌ها برخاستند. سلاح آنان نیز مانند کسانی که امروز بر ایران تسلط یافتند جز دروغگویی و عوام فریبی نبود. پایان بخش ششم. در این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشورمان مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت.